بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی، درس دوم از سلسله درس های عقیده هر یک مسلمان. و ما و شما گفتیم که در درس ها در مورد ارکان ایمان که برای هر یک مسلمان دانستن آن و اعتقاد داشتن آن ضرور و حتمی هست صحبت خواهیم کرد. و ارکان ایمان برگرفته شده است از حدیثی که حضرت عمر رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت نموده میگویند: عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. یعنی روز ما در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، ناگهان مرد نزد ما درآمد که جامه بسیار سفید در تن داشت و مویهایش سخت سیاه بود. کسی از ما او را نمی شناخت و نه اثر سفری بر او نمایان نبود. آن مرد آمده نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و دو زانوی خود را به زانوی پیامبر صلی الله علیه و سلم چسبانید و دو دستش را بر دو ران خود گذاشت و گفت: ای محمد، مرا درباره اسلام خبر بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند: اسلام عبارت از این است که گواهی دهی و یقین و باوری داشته باشی که معبودی بر حق بغیر الله کسی نیست و محمد فرستاده خداست، و نماز را برپا داری و زکات را بدهی و ماه رمضان را روزه بگیری و حج خانه خدا بروی اگر توانایی راه آن را داشته باشی. آن مرد گفت: راست گفتی. عمر رضی الله عنه میگوید: ما شگفت زده شدیم که از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند و میگوید راست گفتی. آن مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: مرا از ایمان خبر ده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایمان این تصدیق و باوری داشتن به خدا
و به فرشتگان خدا و به کتابهای نازل کرده خدا و به پیامبران فرستاده خدا و به روز قیامت و تقدیر نیکی و بدی را از جانب خدا دانستن است. سپس آن مرد گفت مرا از نکوکاری یعنی از احسان خبر ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نکوکاری عبارت از این است که عبادت و بندگی کردنت را چنان انجام دهی که گویا که خدا تو را می‌بیند، گویا که خدا را می‌بینی. اگرچه تو توان دیدن خدا را نداری، پس یقین داشته باش که خدا تو را می‌بیند. آن مرد گفت مرا از روز قیامت خبر ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پرسیده شده در این مسئله داناتر از سؤال کننده نیست. آن مرد گفت پس مرا از نشانه های قیامت خبر ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از جمله این نشانه های قیامت این که کنیز سردارش را تولد کند، یعنی فرزندان بجای این که حق فرزندی را برای مادر و پدر انجام دهند، برعکس بالای آنها سردار خواهند شد. و این که ببینی که برهنه ها، پا برهنه ها و تن برهنگان و چوپایان گوسفندچران در ساختن خانه ها به یکدیگر مسابقه میکنند و از حد زیاد میگذرانند، زیاده روی میکنند در ساختن خانه ها. سپس آن مرد رفت و حضرت عمر رضی الله عنه میگوید من پس از چند بعد باز پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ای عمر آیا میدونی این سوال کننده چه کسی بود؟ عمر میگوید گفتم خدا و پیامبرش داناتر هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آن مرد جبرائیل بود که نزد شما آمد تا دینتان را برایتان تعلیم دهد. این حدیث یکی از احادیث های جامع ترین است که تمام نیکی ها را در خود جمع کرده است. یکی از علما امام شمس الدین هروی میگوید این حدیث در برگیرنده تمام ارکان شریعت هست. همچنان که سوره فاتحه در قرآن چنان قدر و منزلت دارد و چنان هست که مغز قرآن در آن نهفته هست، این حدیث در میان حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان قدر و منزلت دارد که تمام حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را معنایش در این حدیث در زیر این حدیث نهفته است. در این حدیث مبارکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما ارکان دین را می آموزاند که دین چی است، اسلام چی هست، و همچنین ارکان ایمان را می آموزاند که ایمان چی هست و چگونه باید باشد. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان را معنی داد کردند که یقین و باوری داشتن به وجود الله سبحانه و تعالی و به ملائکه های وی و به کتاب های وی و پیامبران فرستاده او و روز قیامت و همچنین تقدیر نیکی و بدی را از جانب الله سبحانه و تعالی دانستن است. اینها رکنهای ششگانه ایمان هستند و ما در سلسله درس ها ان شاء الله با تفصیل یک یک را بیان میکنیم که ایمان به الله سبحانه و تعالی چگونه باید باشد و چه چیزها را در حق الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتن حتمی و ضروری هست و چه چیزهای را نسبت الله سبحانه و تعالی اعتقاد کردن غلط و اشتباه هست و چه چیزهایی را در حق ملائکه ها باید ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم و همچنین در حق پیامبران چگونه ایمان باید داشته باشیم و همچنین به روز قیامت چگونه ایمان باید داشته باشیم و همچنین به تقدیر نیکی و بدی چگونه ایمان باید داشت و به روز قیامت چگونه ایمان باید داشت. ان شاء الله با تفصیل با ذکر آیه های قرآنی و احادیث نبوی و با موافق
منهج و راه و رویش اهل سنت و الجماعت ذکر خواهیم کرد.